بسیار از پدرم کلاه عزیزایش گرفت و جز از 3 چیز که نتونست قدرش، مهربانیش و عشقشم. قدیر 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 فاطمه نور قدیر 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 بیادر شکران خواهر پدر کلانم. خدا را شکر. شکران خوب است. فاطمه نور خانم بستن بول روان کدید داویشانه ده اونجا انجام میتن. زنده است یعنی؟ زنده است. زنده است. زنده است. باز گپا درباره شکران است که باید براتان بگویم. شکران کجاست؟ در خانه است، پیش گلناز است. به شفا باشه بیادر. آیشه خوار به ما زنده بدش. باشی. آیشه خوار کجا بریم؟ به قبرستان. فاطمه نور شینای عجله کو دکتر صدا کو بدو جان ما را باش آرام باش. دکتر یعنی هیچ چیزی نگفتن؟ هیچ. چندین بار ماینش کردن، گفتن هیچ چیزی نیست، اما از امو رستا با حال گپ نمیزنه.
میگن به استانبول برین. چی فکر میکنی؟ اگه تو میگن شاید حتما به فایده شکرانم باشه. اما اول باید فاطمه رو ببینم. دخترم مقبوله. ما استانبول میره. فاطمه نور خواهرت گرفته پس میایم. درست است. برو دیگه قدیر، برو دیگه، هیچ وقت نبیا. تا فاطمه را نبینم از اینجا نمیرم. باید بری قدیر، باید بری. ببین نهاد، فاطمه نور مرد. Deli gönül hangi dala konarsın öyle konarsın. Deli gönül hangi dala konarsın öyle konarsın. Senin tutunacak dalın mı kaldı? Kardeş dalım mı kaldı? Ah feryat dilen için yanarsın ölem yanarsın. Ah feryat dilen için yanarsın gönül yanarsın. Senin dert çekecek halın mı kaldı gönül? عالی کاراش قسم جبران خواد کرده. Senin dert çekecek halın mı kaldı? من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا ملکه گفت که به یک جزای سخت بتین و دستور داد که دستایش بسته کنین و از کار استاد قدیر خانه نیست؟ خیرت باشه. باید یک بار همراه ما به حوزه برن. چی گپ شده قدیر؟ چیزی نیست خواهر. خیرت صارف. این موضوع وصیت ما را به تکلیف ساخته. بسیار میبخشی اما زودتر حلش کنین.
اگر نه مجبور میشیم طفله به زور از پیشت ببریم. یعنی چی که مجبور میشین؟ خواستیز گفتم حلش میکنم. میفهمین که در چی وضعیت هستم. یکی دانه خانمین مزاحمت میکنین. بیبی طفلام میترسه. استاد برات احترام داریم و دوستت هم داریم. صحیح است تو هم حق به جانب هستی، اما او طفل برای فعلا کدام وصیت قانونی نداره و اگه این موضوع بدل ما میبودی کارا با شما میکردیم بسیار میبخشین. قانون همی است، کدام کاری کردن نمیتونیم. مقبول نه؟ قسمی که گفتم سرپرستش وقتی برتر میتن که عروسی کرده باشین. از همین خاطر زیاد امکان نداره که شکرانه تنها پیش خود نگاه کنین. متاسف هستم اما در این وضعیت به زودی یعنی در می روزا میاین که شکرانه از پیشتان ببرن. نفهمیدم که شما چقدر عجله دارین. ببینین از اتفاقاتی که سرم آمده خبر دارین. دیگه نمیخوایم شکرانه از دست بدم. اما با اندازه کافی مدت قانونیش تیر شده. در اصل باید بسیار وقت پیش به گرفتنش می اومدن. باش که ای را بکشیم. کم سرتان بلند کنین خانم. کاملا خوب هستین ماشاءالله. خدا را شکر. صبر اقدرام خوب نیستی دخترم. باید تا یک مدت متوجه حرکاتت باشی فاطمه نور. بعضی وقت سرت شور بتی امکان داره سرت درد بگیره اما زود خوب میشی. اخو دیگه شفا باشه. ما سبا بازم به دیدنش میایم. بسیار زیاد تشکر بفرمایید. زنده باش میکنم. تشکر دکتر صاحب. آی صبر کو فاطمه نور. صبر کو چی میکنی؟ خوشو. های فاطمه نور، نشنیدی دکتر چی گفت؟ اگه کدام چیزی میخوایی به من بگو من برات بیارم. موبایلم. آی موبایلش میخوای نهاد؟ بیا در ما باید که قدیر گپ بزنم. اولادا میشه برای چند دقیقه بیرون منتظر باشین؟ او آدم حتی نخواست که یک بار خبر تب بگیره. باید به زندگیت ادامه بدی. فهمیدی که چی گفتم؟ پدر بیشتر از این نباید مادرت جگر خون کنی. چی خود کردیم قدیر؟ کاش میفهمیدم. من شکرانه من نمیدونم. اگه لازم باشه که پیدا میکنم و عروسی میکنم، چون یک زود فاطمه را پیدا کردن نمیتونم. ببینه او زن گفت امروز یا صبح شکرانه میگیریم. نگفتن که شکرانه به استانبول میبرن؟ حالی که دخترک در اونجا تداوی میشه باید به بصری زنگ بزنم.
بله بیادر. احمد فاطمه نور پیش شما تشویش نکنین، با آنتاکیا آمده. ترکان خانم، البته که خودتان میفهمین، یعنی یک قسم دفعتا قرار است یک استاد از آنتاکیا بیاید. بیا. مدیر صاحب آقا محمد به دیدنتان آمده. بفرمایین. خوش آمدین استاد، بفرمایین. خوش باشین. خوش آمدین. خوش باشین. بفرمایین. خانم ترکان رئیس یکی از اعضای هیئت مدیره نهاد است. ای که مثل شما یک استاد با تجربه به جمع ما آمده زیاد خوش شدیم. زنده باشین. ما یک مکتب با اصول داریم، با دیسیپلین و موفق قصا. خلاصه ای که به جمع ما خوش آمدین آقا محمد. بسیار تشکر. نوش جانتان. دخترم چطور استی؟ خوب هستم. میخوای که سیوگی برات یگان چیز پخته کنه؟ گشنه نیستم. قدیر رفته. کجا رفته؟ نمیفهمم. بیازم مهمم نیست. چیزی که مهم است ای است که اقدر صحتش خوب بود که تانست بره، اما یک بار به دیدن من آمد. طبعا. وقتی در شفاخانه اولین بار چشمایم باز کردم او در فکرم آمد که پیش او برم. اما او چی کرد؟ بدونی که برم خبر بده خدا گم کرد رفت. شما حق به جانب بودین. به هر صورت خلاص شد. بعد از با این دفعه فکر میکنم. بهترین کارم همی از دخترم. بهترین کارم میکنی. در منزل بالا فقط صنفای ماست. در منزل پایینم لابراتوار و صنوف فعالیت هست. حال اونجا رو میبینیم. شاگردان اگه خواسته باشین بیرون میریم، بعدن باز میریم سالن ورزشی رو میبینیم. بچیم شاگردایی که رسمی خوب نکنن از مکتب اخراجشان میکنیم. حالا سخت است اما شاگردای خوبه هستن. سلام استاد. سلام. معرفی میکنم، احمد گوان، استاد رسمی است. منو گفتن امانه که یک رسام خوبم است. از دیدنتان خوش شدم. آقا محمد هم استاد نو ادبیات ماست. از دیدنتان خوش شدم. استاد امروز شما کدام صنف ندارین؟ به خاطر که امروز نه، ما میخوایم اگر شما ممانعت نداشته باشین میخوایم یک بار کچون گپ بزنم. درست است، هر قسمی که شما خواسته باشین. خدا حافظ. چیزی که برای فعلا بسیار مهم است صحتت است. باید زیاد استراحت کنی. نه، من خوب هستم. حتی اگر چی زودتر به کار شروع کنم زودتر خوب خود شدم. احمد همیشه میگفت که در مکتب ما درس بدی. من یک بار برش زنگ میزنم. اما دکتر گفت که چه قسم برش زنگ بزنم؟ من خب موبایل ندارم. شنای خواهر، حرکت ما بیا بریم که یک موبایل بخریم. حالا صبر بیادر، یک دقیقه چی میکنی؟ به نظرت گلابی خوب است یا آبی؟ گلابی. چی میگی؟ شاگردا؟ به تو اعتماد دارم. اینا استاد نوه ادبیاتتان، استاد محمد قدیر اولچک است. دو استاد صنف یک استاد نو آمده، عاجل بیاید. شاگردا بعد از این تلفن‌هایتان خاموش کنید، درست است؟ بی صدا کدمش. بی صدا نه، خاموش کنید. در این ساعت خود درس نداشته. چی بفهمم؟ درس خوب داشته باشین استاد. بیاب شدم.